قاعده 107 به ختم نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داشته باشیم. ما مسلمان ها به ختم نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داشته باشیم. در قرآن عظیم الشان آمده هست که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ و خاتم النبیین. و اینجا خاتم به معنای آخر پیغمبرها هست. پس ما و شما عقیده داریم که چی است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبرها هست. متوجه هستین؟ بعد از این پیغمبر دیگه که جدیداً پیغمبر شود نمیایه. عیسی علیه السلام میایه، اما عیسی علیه السلام قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم به نبوت چی شده؟ مشرف شده و آمده، تنها به آسمان برده شده و باز در آخر زمان نزول میکنه. اما پیغمبر جدیدی که از طرف الله معرفی شود بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست و این جزء عقیده مسلمان ها هست. از این خاطر بعضی از طوایفی که آل فعلا هستن به نام احمدیه یا قادیانی ها میگن که اینا میگن پیغمبر آخر پیغمبران است. اینا علما اجماع کردن که اینا کافر هستن. در دیش یک چینل است به نام احمدیا، لونگی های کتک کتک میپوشن، ریشای کلان در دیش میشینن، تفسیر درس میتن و گپا درس میتن، باز یک نو تا گپ خوب میگن، باز یک گپ آخریش گپ خطرناک هم میگن که پیغمبر آخری پیغمبرا نیست. اینی باز کافر. یا را گفتن یا در منطقه قادیان پیدا شدن. این قادیان در منطقه پنجاب است، در هندوستان، باز در پاکستان رواج پیدا کرد و حال فعلا در لندن مرکز دارن دیگه. یا چی هستن؟ یا به حساب عقیده اسلامی از دین اسلام خارج هستن و کافر هستن به خاطر ازی که چی هستن؟ ختم نبوت قبول ندارن.